سرگرمی با امیرسامم. امروز اومدم که توی کلش رویال با این دک جدید گلم بتره کنیم با این کارت جدید و آره امروز قراره که کلش رویال بازی کنیم با این دک فوق‌العاده خفن. دوستان یک چیزی که درباره این دک هست و به نظرم خیلی جالبه، فقط بازی اخیر من رو نگاه کنیم. 1-0 3-0 1-0 3-1 2-1 3-0 2-1 3-1 3-1 1-0 3-0 3-0 2-1 2-1 3-1. آره من 15 تا بازی پشت سر هم با این دک بردم. میخوام بدونم میتونم اینو 16 تاش کنم. برو بریم. دارم آماده میشم برای چالش. دارم تمرین میکنم که بعد چالش رو من بتره کنم. خیلی خوب. یه اسپریت امپرس اینجا میذاریم. دفاع میکنیم. گابلین برلش رو با آرمی اسکلتون. فایر کرکر انداختن این وان شات میشه. اینم حرکت قشنگی بود. بزنش مرسی. همین که فایر کرکر رو زد برای من بسته. اِوولوشن هایی هم که برای این دک باید برداریم، یکی لامبرجکه، یکی هم اسمش رو یادم رفته، اسکلتون برله. من الکترا دراگون رو برای این برداشتم که نمیشه اِوولوشن اسکلتون دراگون رو الان برداشت. اسپریت امپرسش دمیج خوبی نداد به آدمان، به نیروهام. آن اسکلتون خوب بود حرکتش ولی دیر بود. یه اسپریت امپرس واسه اسنایپ کردن اون فایر کرکر. تسلا انداخت. خوبه. اینجوری داریم الکسیراشو میخوریم با این حرکت هم. خب به نظرم کم کم داره نزدیک میشه که ما گلمو بذاریم. خب حالا باید صبر کنیم که 2 برابر الکسیر بشه. یه نایت ویچ اینجا وای میستم ارومو وقتی بذارم که فایر کرکرم بذاره. نذاشته فعلا. لامبرجک یه ارو میطلبه اینجا. ای بابا نخورد. یه کلون. بوم تمومه بردیم. فوق‌العاده است این دک. یه گلم دیگه. خب فاشا رو نگاه کن، دارن خودشون تنهایی تریک راوند میکنن. لامبرجک اِوولوشن ارو. کلون هم حاضره. کلون کن سریع مرسی. تمومه حریف کارت تمومه. تریک راوند شده. خب دوستان امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین.